من تمام بانوان جمهوری ازبکستان بخصوص بانوان سمرقند را با فرارسی بهار عالم افروز که عیناً در همین فصل در آغاز همین فصل ایدی بانوان است، ایدی مادران است، صمیمانه تبریک، صمیمانه مبارکباد گفتنی هستم. خود آنها گل هستند و همراهشان گل می‌بیارند. سمرقند ازبکستان ما از پی همین عید شاید باشد که گلباران می شود، گل افشان می شود و برای آنها تمام بهترین گل‌های عالم را تحفه آوردنی می شوم. در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است، کار دنیا همه در پیروی کار زن است. نیست جز بار خزان بار که مردم بکشند، غم دنیای نو و کهنه همه بار زن است. گر رود زیر زمین یا به فلک خیمه زند، هر کجا مرد بزرگ است گرفتار زن است. پیغمبران را هم علامه های بزرگ را هم مادران زادند. سری تعظیم فرود، عیدشان مبارک.